باشه بابا. بفرما. منو چرا میزنی؟ مگه مرض داری مهمون دعوت میکنی؟ خودت بفرما زدی. من جواب سلامشو دادم. آخه یه کاسه ماست چیه؟ خب چون نیومده اینقدر جوش میخوری استاد؟ سلام. بیا بفرما. آبدو خیار، عاشق آبدو خیار. شما همیشه یه قاشق زاپاس می‌ذارید تو آبدو خیاره؟ من شما خودتون نهار ندارید. پس بخورید دیگه. برو از اون نونتون یه دونه ورده بیا بزنیم تنگش سیر شی. بدو بیا. باشو. آقا شما رو زیادم به دلت بد راه نداره. یه همیشه دستشو میشوره. تو دیدی؟ آره بابا. آخرین بار همین فکر کنم یه هفته پیش بود از جلو مغازه‌شون رد می‌شدم با بنزین نشسته بود لبه جوب داشت می‌سابید. با بنزین؟ آره دیگه. بچه تمیزیه. آره.